وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت حامدوف بختیاری 45 ساله ساکن شهر کانی بادام خبر می‌دهد که در حرکت‌های خصوصیت‌های شهوانی داشته با استفاده از حسیات دینی متهم می‌شود. با گزارش اکبر شریف سخنگوی ریاست این نهاد در سوخت سنجش اخبار اپراتیوی تصدیق نمود که حامدوف در برابر بسیج دو و دعاخوانی مشغول شدن به عمل‌های بداخلاقانه دست می‌زده است. با اطلاع منبع او بعضی از کارافتادگان را به همخوابگی مایل می‌نموده است. پیشگویی تقدیر، بخت‌کشایی، نوشتن تومار و تشناب، پیشنهاد هر گونه اشیاءهای معیشی گویا توسط دعا آمده نموده‌اش در حل معمای زندگی مساعدت کننده اسلوبی خدمت رسانی است که گمان برشونده می‌کرده است. گفته می‌شود حامدوف بختیار هنگام عمل‌های ضد اخلاقی نسبت به یک جوان زن از منطقه سوق در خانه استقامتیش بازداشت می‌شود. وزارت کارهای داخلی میگوید حالا نسبت او پرونده جنایی با ماده 142 علاوه 1 کدکس جنایتی پرونده آغاز شده نام برده در حبس پیشگی قرار دارد. نظری به واسطه حامدوف و یا جانبی حمایه‌اش درباره این قضیه و اتهامات فعلا دسترس نیست. بر اساس ماده‌ای که حامدوف در آن متهم می‌شود، قانون کشور محروم ساختن از آزادی با مهلت از 5 تا 8 سال را پیش بینی می‌کند.